درود بر شما. من ارنستو چه گوارا هستم. پزشک، مؤلف، چریک، دیپلمات، نظریه پرداز جنگی و انقلابی مارکسیست و یکی از شخصیت‌های اصلی انقلاب کوبا. من در 14 ژوئن سال 1928 در شهر سانتافه آرژانتین به دنیا آمدم و در 9 اکتبر 1967 در سن 39 سالگی با 9 گلوله کشته شدم. در پایان سال 1995 یعنی حدود 29 سال بعد جسد من و 6 تن از یارانم در یکی از باندهای پرواز در نزدیکی شهر والگرانده پیدا شد. در نهایت در 17 اکتبر 1997 در آرامگاهی در شهر سانتا کلارا همراه با یارانم به خاک سپرده شدم. از اینکه به اینجا اومدید تا برخی از جملات من رو بشنوید از شما سپاسگزارم. برای تشخیص زنده یا مرده بودن یک انسان به شرف او نگاه کنید، نه به نبض او. زمانی که پزشک بودم و بیماران فقیر را رایگان درمان می کردم، همه مرا تحسین می کردند. ولی زمانی که اسلحه به دست گرفتم و با عامل اصلی فقر یعنی سیستم سرمایه‌داری به مبارزه برخاستم، مرا تروریست نامیدند. آنچه پایانی ندارد، نه تویی و نه من. این انسانیت است که تا ابد فریاد کشیده خواهد شد. از مرگ خودت نترس، هرگز آن را نخواهی دید. از مرگ شرفت بترس که هر روز آن را خواهی دید. ما هرگز نمیتوانیم از داشتن چیزی برای زندگی مطمئن شویم تا وقتی که برای آن مایل به مردن باشیم. من گور کسانی را دیدم که برای حقشان نجنگیدند تا مبادا کشته شوند. اگر تو در برابر هر بی‌عدالتی از خشم به لرزه می‌افتی، بدان یکی از رفقای من هستی. در یک انقلاب انسان یا پیروز می شود یا می میرد، اگر آن انقلاب واقعی باشد. آزادی بیش از همه از دست کسانی ضربه می خورد که برای رسیدن به آن کوتاه‌ترین مسیر را انتخاب می کنند. گنجشکی که از مترسک بترسد از گرسنگی می میرد. هر قطره خون ریخته شده ما تجربه است که به آیندگان می رسد تا فردا آن را در مبارزه برای رهایی سرزمینشان به کار ببرند. اگر توانستید به مگس‌ها بفهمانید که گل از زباله بهتر است، آن وقت می توانید به خائنین مملکت بفهمانید که کشور بهتر از ثروت است. عید من آن روزی است که زحمت 1 سال دهقان شام 1 شب پادشاه نباشد. هرچه که از دست می رود بگذار برود. چیزی که به التماس آلوده باشد را نمی خواهم، حتی زندگی. سکوت استدلالی است که معانی دیگری را به دوش می کشد.
سربازی که روی مردم خودش اسلحه بکشد لایق زنده ماندن نیست. مرگش جایز است. من آزادی بخش نیستم. آزادی بخش وجود ندارد. مردم هستند که خود را آزاد می کنند. انقلاب سیبی نیست که پس از رسیدن از درخت بیفتد. باید وادار به افتادنش کنی. به معنای واقعی کلمه برای کار فرهنگی تلاش کنید و ارزش قائل شوید. از نظر انسان‌ها، سگ‌ها حیواناتی مفید و باوفا هستند، اما از نظر گرگ‌ها، سگ‌ها گرگ‌هایی هستند که تن به بردگی داده اند تا در آسایش و رفاه زندگی کنند. دستم بوی گل می‌داد. مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند، اما هیچ کس فکر نکرد شاید شاخ گلی کاشته باشم. شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از زندگی گرفت. به اندازه تغییر قوانین قدرتمند نیستم، اما به اندازه خم نکردن سر خود زیر قوانین قدرتمند هستم. من وطن خاصی ندارم. وطن من هر جایی است که در آن انسان و انسانیت در بند نباشد. حتی مرگم را هم شکست به حساب نمی آورم. به جای آن تنها حسرت ترانه‌ای ناتمام را با خود به گور خواهم برد. هرگاه مرگ به سراغ ما آید، خوش آید، به شرط آنکه فریاد ما به گوش شنوایی رسد و دست دیگری برای اسلحه‌های ما دراز شود. از اینکه تا پایان جملاتم با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. جمله‌ای رو که بیشتر از همه دوست داشتید زیر این پست بنویسید. و در نهایت سعی کردند ما را دفن کنند، غافل از آن که ما بذر بودیم.